أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد لغير سبب شرعي او زائد على قدر الادب. یعنی باب در مسئله منع بودن زدن و شکنجه کردن برده و خدمتگار و همچنین شکنجه کردن دابه یعنی چارپا و المرأتی و همچنین شکنجه کردن و زدن زن و الولدی و همچنین شکنجه کردن و زدن فرزند لغیر سبب شرعی، یعنی به سبب شرعی، بدون سبب شرعی انجام دادن شکنجه و زدن بالای اینها منع و ناجایز و نادرست می باشد. او زائد علی قدر الادبی، یا زدن زیادتر به اندازه ادب و تعدیب دادن که یک گناه را میکند، برای ادب دادن تو اون را یگانته میزنی، پس از حد ادب زیاد زدن را شریعت منع و ناجایز و نادرست میداند. پس امام نووی رحمه الله در زیر این باب یک آیت و چند از حدیث ها را برای ما و شما تقدیم و پیشنهاد میگرداند. اولین اون آیتی که در زیر این باب میارد سوره نساء آیت 36 می باشد. امام نووی رحمه الله میگوید: قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی در سوره نساء آیت 36 فرموده است که و بالوالدین احسانا، یعنی به پدر و مادرتان نیکویی بکنید، و بذی القربى و همچنین به خویشاوندانتان نیکویی بکنید، و الیتامی و همچنین به یتیمها نیکویی بکنید، و المساکین و همچنین برای مسکینها و بینوایان نیکویی بکنید، و الجار ذی القربى و همسایه‌ای که خویشاوندت است به اون نیکویی بکن. یعنی همسایه در نزدیک خانه تو همسایه داری که هم همسایه‌ات می شود و هم خویش و تبارت، پس الله میگوید به اون همسایه‌ای که خویش و تبارت هست، به اون همسایه خویش و تبارت نیکویی بکن. والجار الجنوبی و همچنین همسایه‌ای که بیگانه هست، خویش و تبارت نیست، به اون همسایت هم همچنین نیکویی بکن. و صاحب بالجنبی و همچنین نیکویی بکن به صاحب بالجنب، یعنی که کسانی که همنشین و همسفر شما می باشد. و صاحب بالجنب یعنی به همنشینانتان یا به همسفرانتان که به یک جا سفر میکنید، کسی همراه شما هست، به اون امرأتان شما نیکویی بکنید. و ابن السبیلی و الله سبحانه و تعالی میگوید همچنین نیکویی بکنید بر راه مانده. ابن السبیل کسی را میگویند که در راه مانده است. پس الله سبحانه و تعالی میگوید به ابن سبیل، به انسانی که در راه مانده است، به اون نیکویی بکنید. و ما ملکت ایمانکم، الله سبحانه و تعالی میگوید و آنچه را که مالکش شده است و آنچه را که شما مالکش شدید. و ما ملکت ایمانکم یعنی آن چیزی را که شما مالکش شدید، پس شما به اون هم نیکویی بکنید. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، هر آینه الله سبحانه و تعالی دوست نمی دارد هر انسان را که مختال است، متکبر است و همچنین فخور است.
خود پسند است، الله جل جلاله انسان متکبر و انسان خودپسند را دوست نمی دارد. پس این آیت که امام نووی رحمه الله در زیر این باب آورده است که باید برای اینها نیکویی کرده شود، باید برای اینها نیکویی انجام داده شود. پس جای دلیل یا شاهد اینجاست که و ما ملکت ایمانکم، یعنی آن چیزی را که شما صاحب شدید و آن چیزی که در زیر دست شما آمد، چی از خدمتگار باشد، چی از چارپایان و چی از زن و از هر چیزی که فرزندی که شما دارید، با اونها شما نیکویی بکنید، با اونها شما نیکویی بکنید. و بعضی مفسران میگوید که و صاحب بالجنبی، یعنی همنشینانتون یا همسفرانتون. بعضی مفسران میگویند که و صاحب بالجنب یعنی که همسرانتون، و صاحب بالجنب میگوید همچنین همسر هم میشود. پس الله سبحانه و تعالی میگوید پس شما با همسرانتون نیکویی بکنید. پس این بود اولین آیتی که امام نووی رحمه الله آورده است. در داخل این آیت هم نیکویی کردن به همسر و هم نیکویی کردن به برده و هم نیکویی کردن به فرزند و نیکویی کردن به چارپا می باشد که نباید ظلم کرده شود، بلکه احسان و نیکویی انجام داده شود نسبت به اینها. اکنون امام نووی رحمه الله حدیث های این باب را برای ما و شما تقدیم می کند. اولین حدیثی که امام نووی رحمه الله می آورد حدیثی 1599 کتاب ریاض الصالحین است. اولین حدیث این باب حدیث 1599 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله می گوید وعن ابي عمر رضي الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1599 کتاب ریاض الصالحینش میگوید از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند عذبت المرأة في هرة حبستها حتى ماتت. عذاب داده شد زن در بخاطر گربه که حبستها زندانی کرده بود آن گربه را، حتی ماتت تا اینکه آن گربه مرد. تا مردن گربه را پیشک را میگه یک زن عذاب داد، زندانی کرد و یگان خوراکش نداد. پس به سبب این انجامی دادش، این عذابی که آن گربه را داده بود، الله سبحانه و تعالی این زن را لایق دوزخ دید و عذاب کرده شد این زن. فدخلت فیها النار. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید پس در آمد این زن به سبب این کار انجام دادش به آتش دوزخ. یعنی که اون پیشک را، اون گربه را وقتی که زندانی کرد و یگان چیزش نداد، پس این سبب شد، عذاب دادنش سبب شد که این زن به آتش دوزخ در آمد. لا هی اطعمتها و سقتها، نمیگه اون را غذا داد و نه آب داد. یعنی این زن اون گربه را نه یگان غذا و طعام داد و نه آبش داد. اذ هی حبستها، چون که این زن آن گربه را زندانی کرده بود، محکم کرده بود. ولا هی ترکتها، و نه این زن اون گربه را آزاد گذاشت که تأکل من خشاش الارض، بخورد از جانوران زمین، از خزندگان بخورد و از خزندگان غذا به دست بیارد. این زن آن گربه را محکم کرد، نگذاشت که اون گربه رفته طعام یا غذای از جای پیدا بکند،
بلکه محکمش کرد و این زن اون گربه را نه غذا داد و نه آب داد. با گشنگی و تشنگی اون گربه مرد. اون گربه وقتی که مرد، الله سبحانه و تعالی این زن را به خاطر عذاب دادن و عذاب کردن آن پیشک و آن گربه داخل آتش دوزخ گردانید. یعنی که چی حیوانات باشد، چی زن و فرزند، اگر که بدون وجه شرعی عذاب کرده می شود یا از وجه شرعی زیادتر عذاب کرده می شود، پس این گناه و معصیت می شود و حتی سبب به داخل دوزخ در آمدن هم می شود. چی طوری که می بینیم که این زن به سبب عذاب دادن یک گربه داخل آتش جهنم گشت. الله سبحانه و تعالی پناه بتید از آتش جهنم. این حدیث متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1599 کتاب ریاض الصالحین. امام نووی رحمه الله میگوید خشاش الارض بفتح الخاء المعجمه و بالشین المکرره. میگد حرف خا را فتحه بده و دو تا شین هست و دو دانه شین می باشد در این کلمه خشاش. و هی، یعنی که معنای خشاش هوامها و حشراتها، یعنی که خزندگان و حشرات زمین می باشد. هر مخلوقات میده و یا هر خزنده و حشراتی که در زمین هست همون را میگویند خشاش الارض. پس از این امام نووی رحمه الله حدیث 1600 کتاب ریاض الصالحین را می آرد، می گوید و عنه، یعنی که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1600 کتاب ریاض الصالحین می گوید از ابو هریره رضی الله عنه همچنین روایت است که انه مر بفتیان من قریش. هر آینه میگه ابو هریره رضی الله عنه گذشت به تعدادی از جوانان قریش قد نصبوا طیرا. واقعا میگه این جوانان قریشی آویزان کرده بودند طیر را، پرنده را، و هم یرمونه، و اون جوانان قریش در حال تیراندازی به سوی این پرنده بودند. یعنی یک پرنده را آویزان کرده بودند و از دور تیراندازی میکردند به طرف این پرنده. و قد جعلوا لصاحب الطیر كل خاطئه من نبلهم. میگه واقعا قرار دادگی بودن این جوانها برای صاحب آن پرنده کل خاطئه، یعنی هر یک تیرشان که به خطا می رفت، کل خاطئه من نبلهم، یعنی هر تیرشان که به خطا می رفت چیز برای اون وعده کردگی بودن. یعنی که گفتن که هر تیری که ما میزنیم اگر به پرنده برسد هیچ چیز نمیدهیم، اما اگر به پرنده نرسد ما برای تو مثلا مقدار از چیز تعیین کردگی بودن که برای این زدن ما موافق نآمد و توری زده نتوانستیم، درست زده نتوانستیم، پس برایت چیز میدهیم. گفته میگه صاحبی آن پرنده را چیز وعده کردگی بودن. یعنی که اینها یعنی در رستشادگیری و در میشنگیری و در مستقیما زدن آن چیزی را که قصد و نیت میکنند بسیار بقوت که بودن، از این حساب میگه اگر که موافق میزدش چیز صاحب پرنده رو نمیدادن، اما اگر به غلط میرفت اون نیزه که میزنن اگر به پرنده نمیرسید پس در این صورت خطاکار میشیدند و خطاکار حسابیده میشیدند و در مقابل این خطاییشان به صاحب پرنده چیز تقدیم میگرداندند. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا. پس زمانی که میگه اینها ابن عمر
رضی الله عنهما را دیدن تفرقو، پس اینها میگد پراکنده شدند. وقتی حضرت عبدالله ابن عمر را دیدن، این جوانها پراکنده شدند و به هر طرف گریختند. فقال ابن عمر، پس میگه عبدالله ابن عمر گفت که من فعل هذا، یعنی چی کسی کرده است این کار رو. این کار رو گفت کی کرده است؟ لعن الله من فعل هذا. ابن عمر گفتن که لعنت کند الله جل جلاله کسی که این کار را انجام داده است. این رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابن عمر میگوید که هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لعن من اتخذ شیئا فیه الروح غرضا، یعنی لعنت کند الله سبحانه و تعالی شخصی که قرار بدهد چیزی را که در آن روح است غرضاً، یعنی که هدف و نشانه قرار بدهد، برای تیراندازی استفاده اش بکند که تیر را در آن چیز روحدار زنده بزند. گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم لعنت کرده است انسانی که این کار را انجام میدهد. این حدیث حدیث متفق علیه می باشد. پس این حدیث دلیل است که وقتی که یک انسان یک کار را انجام میدهد، یا که وقت ما می توانیم بگوییم که هر کسی که عذاب میکند پرنده را، عذاب میکند برده اش را، لعنت الله بر او باد. این گپ را گفته ما میتوانیم، اما نامش را گرفته معین فلانی را الله لعنت کند گفتن جایز نیست. اما به طور عموم که الله لعنت کند هر کسی که پرنده اش را یا حیوانات خانه اش را عذاب میدهد، هر کسی که پرنده را یا حیواناتی که در زیر دستش است در خانه اش است اون را عذاب میدهد، الله لعنتش بکند. این طور گفته میتوانیم، اما با تعیین نامش را گرفته تعیین کردن جایز و درست نمی باشد. چطوری که ابن عمر، عبدالله ابن عمر گفت که لعن الله من فعل هذا، یعنی الله لعنت کند هر کسی را که این کار را انجام داده است. نگفت که الله شما را لعنت کند ای جوانان، گفت که هر کسی که این کار را انجام داده است. بس به طریق عموم لعنت کردن کسانی که عذاب میدهند پرندگان یا چارپایان را به طور عموم لعنت کردنشان جایز و درست می باشد. بعد از این میگه که الغرض، مقصد میگه از غرض بفتح الغین المعجمه و الراء، حرف غین و حرف را را میگه فتحه بکن، و هو الهدف و الشیء الذی یرمى الیه، او میگه همون هدف و نشانه است یا چیزی که یرمى الیه، یعنی که تیراندازی میشود به سویش، چیزی را که میگذارند به طرف اون تیر میاندازند، همین را میگویند غرض. پس این معنای غرض می باشد. این بود حدیث 1600 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1601 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و می گوید و عن انس رضی الله عنه قال، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1601 کتاب ریاض الصالحینش می گوید از انس رضی الله عنه روایت است که گفت نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم ان تصبر البهائم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردگی هست از این که تصبر البهائم، یعنی که زنده هدف قرار بگیرد، زنده اون را نشانه قرار بگیرند. رسول الله صلی الله علیه و سلم این را منع کردگی هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردگی است که حیوان را نشانه یا هدف قرار بدی در حالی که زنده است و به طرف اون تیر به اندازی. این را رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه منع کردگی است. این حدیث متفق علیه می باشد. و معناه، یعنی معنای این حدیث همین است که تحبس للقتل، یعنی که
بسته شود برای کشتن، در یک جا باندازند، در یک مکان محکمش کنند، ببندندش، بعد از دور تیراندازی به طرفش بکنند، این حرام است و رسول الله صلی الله علیه و سلم این را منع کردگی هست. این جایز درست، این جایز و درست نمی باشد. این بود حدیث 1601 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1602 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و می گوید: وعن ابي علي سويد بن مقرن رضي الله عنه قال. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1602 کتاب ریاض الصالحینش میگوید: از ابو علی سوید بن مقرن رضی الله عنه روایت است که میگوید: لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم الا واحدة لطمها اصغرنا. میگوید که لقد رأیتونی، یعنی واقعا میگه به یاد دارم، سابع سبعت من بنی مقرن، میگه یکی از هفتگانه فرزندان مقرن بودم، ما لنا خادمون، میگه کنیز و خدمتگاری نداشتیم، الا واحدتون، مگر اینکه یک دانه، میگه یک دانه خدمتگار داشتیم، لطمها اصغرنا، پس میگوید یک شپاتی به روی اون خدمتگار زد، میگه خورترین ما، یعنی از فرزندان پدرمون میگه خورترینمون یک شپاتی میگه به روی اون کنیز زد. فامرنا رسول الله صلی الله علیه و سلم ان نعتقها، پس میگه امر کرد ما را رسول الله صلی الله علیه و سلم که آزادش بکنیم اون بردهمان را، اون کنیزمان را، یعنی به سبب اون شپاتی که با اون کنیز زد، میگه یکی از فرزندان پدرم، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را امر کرد که ما اون کنیز را آزاد بکنیم. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. و فی روایتین، در یک روایت دیگر میگوید که سابع اخوتین لی، یعنی میگوید که من هفتمین برادرم، من هفتمین برادر بودم از زیر این یا در از این هفت فرزند، یعنی که خودی همین سوید ابن مقرن اون خدمتگار را زده بوده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم امر میکند پدرش را، مقرن را، که اون کنیز را، اون خدمتگار را آزاد بکنند. این بود حدیث 1602 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1603 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و می گوید: وعن ابی مسعود البدری رضی الله عنه قال، یعنی از ابو مسعود بدری رضی الله عنه روایت است که گفت: كنت اضرب غلاما لی بالصوت، میگد که میزدم غلامم را به تازیانه، به قمچین و به تیاق، میگوید خدمتگارم را، کنیزم را، غلامم را میزدم. فسمعت صوتا من خلفی، پس میگه ناگهان شنیدم آواز را از پشتم، در حالی که اون غلامم را، کنیزم را میزدم، از پشتم میگه یک آواز شنیدم میگوید: اعلم ابا مسعود، میگه که در اون آواز چنین بود که بشنو و بدان ابو مسعود، فلم افهم الصوت من الغضب، پس میگه من نفهمیدم، نشناختم آواز را از شدتی غضب، یعنی صاحب آواز کی است، از شدتی غضب میگه نشناختم. فلما دنا منی، پس زمانی که میگه به من نزدیک شد، اذا هو رسول الله صلی الله علیه و سلم، ناگهان دیدم میگه که وی
رسول الله صلی الله علیه و سلم است. فاذا هو یقول، پس ناگهان دیدم میگد که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید اعلم ابا مسعود، بدان ای ابو مسعود، ان الله اقدر علیک منک علی هذا الغلام، یعنی هر آینه الله جل جلاله توانتر است بالای تو از تو ده که تو بالای این غلام توانایی و قدرت داری. یعنی که الله سبحانه و تعالی را قدرتش از قدرتی که تو بالای این غلام داری از این ده زیادتر و بیشتر است ای ابو مسعود. فقلت لا اضرب مملوکا بعده ابدا، پس ابو مسعود میگوید که من خودم گفتم که لا اضرب مملوکا، یعنی هیچگاه نمیزنم غلام را بعده ابدا، بعد از این دیگر هیچ وقتی، میگه گفتم بعد از این دیگر هیچ وقت غلام را نمیزنم. و فی روایتین، در یک روایت دیگر آمده است میگوید فسقط الصوت من یدی من هیبته، وقتی رسول الله میگه به من نزدیک شد و گفت که ابو مسعود از الله بترس، الله سبحانه و تعالی توانتر است از تو ده که تو بالای این غلام توانایی داری. میگه رسول الله به من نزدیک شد، میگه فسقط الصوت من یدی من هیبته، پس میگه افتی تازیانه اون تیاقی که میگه من اون کودک را میزدم، اون کنیز را میزدم، میگه اون تازیانه از دستم افتید، من هیبته، از هیبت رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک هیبتی خاص داشت، میگه از هیبت رسول الله اون تازیانه از دستم افتید. فقلت، پس میگه من گفتم که یا رسول الله، میگه گفتم که ای رسول الله، هو حر لوجه الله تعالی، میگه گفتم که اون آزاد است به خاطر الله جل جلاله، مخصوص به خاطر رضاگی الله، میگه گفتم که وی آزاد است. فقال، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که اما لو لم تفعل، یعنی گفت که اما اگر این کار را نمی کردی، یعنی آزاد نمی کردی غلامت را، للفحتک النار، حتما تو را می سوزانید آتش دوزخ. الله اکبر. ببین وقتی غلام را زد، رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که اگر که اون کنیزت را زدی و آزادش نمی کردی، پس تو را آتش دوزخ می سوزان. او لمست کنارو، یا لمس می کرد تو را آتش دوزخ. آتش دوزخ به سبب عذاب دادن و شکنجه کردن این کنیز تو را می سوزانید و تو را لمس می کرد. رواه مسلمون بهذه الروایات، میگه امام مسلم به همین طریق روایت کردگی است، به همین روایت ها امام مسلم رحمه الله روایت کردگی هست. این بود حدیث 1603 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1604 کتاب ریاض الصالحین را می آورد، میگوید و عن ابن عمر رضی الله عنهما ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، میگوید که از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است، هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند من ضرب غلاما له حدا لم یأته، میگه هر کسی که بزند غلامش را که حد را انجام نداده است، یعنی یک غلام یک کنیزش را هر انسان بزند در حالی که اون کنیز یگان گناه کردگی نیست، او لطمه، یا شپاتی بر روی اون غلامش بزند، فإن کفارته، پس هر آینه میگه کفاره این انسان این عمل انجام دادهش، ان یعتقه، باید آزاد بکند اون کنیزش را. یعنی هر کسی که کنیزش را میزند، کفاره زدنش
آزاد کردن کنیزش می باشد. اون کنیزش را باید آزاد بکند. اگر کنیزش را به یگان سبب شرعی بزند، به یگان حد را مرتکب شده از کنیزش را بزند، کفاره این زدنش همین است که باید اون کنیزش را آزاد بکند، باید رهایش بکند. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. این بود حدیث 1604 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1605 کتاب ریاض الصالحین می آید. این حدیث 1605 کتاب ریاض الصالحین را درس آینده خواهیم گرفت. پس درس امروزه را در همین جا به پایان می رسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.